ای نور خدا در نظر از روی تو ما را، بگذار که در روی تو بینیم خدا را. حالا همین کدام معشوق هست؟ این آدم است حتما، ولی میگه که بگذار که در همین نوری روی تو ما قدرتی آفرینش اون معشوقه بینیم. پس ببینید امخیل آمده عشق زمینی را به اصطلاح به عشق آسمانی پیوست کرده. همون اختلافی که در دنیای میده ما است که این الهی ای عشق زمینی است، همین را شکست است. گفته است ای نور خدا در نظر از روی تو ما را، بگذار که در روی تو بینیم خدا را، یعنی نورش رو. سعدی شیرازی میگه همه گذشته من عالمان دین بودند. این غزل سعدی است. همه گذشته من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. یعنی عشق تو مرا شاعر کرد، وگرنه پدر و باباهای من همه ایشان باباها، داملوها، مفتیها، قاضیها بودند. گفته سعدی همه گذشته من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. او همو معلمت همه خوبی و دلبری آموخت. همو غزلی مشهور است در آب دیده سعدی شناوری آموخت. همون میگه که همه گذشته من عالمان دین بودن، ولی معلم عشق تو مرا شاعری آموخت. ولی همین چی معنی دارد؟ یعنی که سعدی میگه که ما زمین عشق مرا شاعر کرد. پس همین بودن یک شیرین هست که یک فرهاد به وجود میاد، بودن یک لیلی است که یک مجنون به وجود میاد. بنابراین موضوع مرکزی ادبیات ما زن است، عشق زن. و اگر آشکارا گویم همین ادبیات ما رو زن آفریده است. برای این حافظ میگه که بلبل از ذوق گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه صوت و غزل تعبیه بر منقارش. یعنی همین بلبل چرا اینقدر می سراید و می خواند؟ چون که همون عشق گل، زیبایی گل او را بلبل کرده است، وگرنه و یک مشت پرو استخوان. ولی چی چیزی در درونی و آتش زده است که هم خیلی می خواند. همین آواز بلبل نسبت قدرتش اگر گیری یک معجزه است. خودش این قدرت ساعتها با همون زیبایی و ظرافت می سراید. چه چیز او را همین خیلی دیوانه کرده است؟ چه چیز او را همین خیلی قدرت داده است؟ همین عشق. یعنی این قدر غزل و سخن و هنر و از کجا دارد یک مشت پر؟ و همین عشق گل او را هم خیلی کرد. یک مسئله ظریفی هست که در همین باره روشنی اندازم در بین شما که اهل معرفت هستید. در یک دوره های بود که ادبیات ما بیشتر زیر محیط دینی و ایدئولوژی مجبور شدن موضوع عشق کمی تابش های دیگری معنوی و عرفانی و تصوفی تهن. در اینجا دو مسئله نازک است. یکم این که همیشه همین خیلی قبول نکنیم که تمام همین شاعرها بزرگای ما فقط عشق الهی را سرودن. این یک طرفه است، این بهای یک طرفه. هیچ وقت خیلی بها نتید. یعنی همون یک انسان گاهی به معشوق الهیش مراجعه میکند، گاهی به همین معشوق زمینیش. مثلا بسیار از شعرهای هست که و هیچ وقت معشوق الهی گفته نمیشد. اگر حتی معشوق الهی گویی، در حق او معشوق الهی تحقیر میشد. شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن، تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی. اگه همین با معشوق الهی گفته است. سعدی گفته است همین غزل اولش، من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی.
خب بیای معشوق الهی که خداوند گویی که من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. خب این هیچ تفسیری الهی نمیبرداره. اگه تفسیر الهی کنی برعکس تحقیری همو معشوقی بزرگ میست. بنابراین اینا حتما به یک آدمی زمینی داخل داره، به همین معشوق داخل داره. گفت من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که تو ببندی و نپایی. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو بستم. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو بستم، باید اول ز تو پرسید چون این خوب چرایی. برای تو پرسن که چرا من دل بستم، اونجا جوابش هست. یا که همین اشعار استاد رودکی، اومد بر من کی یار کی وقت سحر، ترسنده ز کی ز خصم خصمش کی پدر. اکو معشوق الهی پدر داره. مثلا یه در مسیحی میگن که پسر خدا و در ما نسخه. برای همین این حتما یک معشوق است. معشوق است. اومد بر من کی یار کی وقت سحر، پرسنده ز کی ز خصم خصمش کی پدر، دادمش دو بوسه بر کجا بر لب تر. لب بود نه چی بود عقیق، چون بود چو شکر. اکو هیچ وقت لب معشوق الهی را او چشیده. برای همین اکو موضوع اساسی چی بود؟ موضوع اساسی این بود که زیر باری همون تفسیرهای ایدئولوژی نروه که همین کدام عشق گفت ای عشق الهی ای، ای حافظ عشق الهی را گفته است، ای مولانا عشق الهی را گفته است. نه، عشق الهی هم هست. غزلایی است که او مثلا عشق الهی، غزلایی است که معنای واقعی طبیعی عشق همین زن عشق معشوق است. ولی یک نکته نازک هست که بزرگی همین ادبیات ما را بینید که بین همون عشق بزرگ الهی و بین همین عشق زمینی به زیبایی به زن پیوست زدن. همون رو هم بخش از همون عشق بزرگ بیدن. بنابراین یک بیت مولانا هست میگه که عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما رو بدان شهر رهبر است. یعنی شما از یک جای آغاز میشه عشق و رفته 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 به همون عشق بزرگ ختم میشه. گفت معشوقم تو بودستی نه آن، لیک کار از کار خیزد در جهان. مولانا میگه که اول میگن گله عاشق میشی، بعد یگان نازنین عاشق میشی، بعد یگان طبیعت عاشق میشی، کم 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 میفهمی که بعد مؤلف همه یمی زیبایی ها کی است. برای میگفت که عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، از کجای سر شود؟ عاقبت ما رو بدان شه رهبر است. یا همین غزل مشهور هلالی است، ای نور خدا در نظر از روی تو ما را، ای نور خدا در نظر از روی تو ما را، بگذار که در روی تو بینیم خدا را. حالا همین کدام معشوق هست؟ این آدم است حتما، ولی میگه که بگذار که در همین نوری روی تو ما قدرتی آفرینش اون معشوقه بینیم. پس ببینید امخیل آمده عشق زمینی را به اصطلاح به عشق آسمانی پیوست کرده. همون اختلافی که در دنیای میده ما است که این الهی ای عشق زمینی است، همین را شکست است. گفته است ای نور خدا در نظر از روی تو ما را، بگذار که در روی تو بینیم خدا را، یعنی نورش رو. و نکته نهایی که همین بحث عشق زمینی و الهی را برای ما روشن میکند این است که با وجود این که اگر موضوع معشوق
معنوی و الهی هم باشد، باز هم همون اصطلاحات، تصویرها، تصورها در همین معشوق زمینی موندن. این وقتی همین حافظ میگه که در نمازم خم ابروی تو بر یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. خب ببینید اکن از نظر مضمون میتونه که این یگان معشوق الهی است، لیکن و خم ابرو کی دارد؟ با همین معشوق زمینی داره خم ابرو. او معشوق آسمانی ابرو نداره، چشم نداره، زلف نداره، ولی وقتی را تصویر میکنم باز همین چشم و زلف و ابرو و میان در میان میآید. در نمازم خم ابروی تو بر یاد آمد. و همه مثال های زیادی است که نشان میدهد که ما باید هم خیلی احساس کنیم که این بزرگای ما بین همین عشقی طبیعی انسانی به زیبایی، به زن، به آفرینش کامل و عشق بین آفریننده این همه خیلی پیوست زدن. و همین یک نکته بسیار ناب است در همین روز و این عنعنه که زن در مرکز ادبیات ماست، در ادبیات معاصر ما هم دوام کرده است و استاد ترسونزاده یکی از سرایندگان بزرگ زن، استاد لایق یکی از سرایندگان بزرگ مادر و زن و استاد بازار صابر کسی که اصلا تصویرهای ظریف درباره زن آفریدن، همین سنت در شکل امروز دوام دادن. و شما همین شعرهای استاد ترسونزاده زن اگر آتش نمی بود خام میمونده ما میدونیم، یا که شعر استاد لایق در و دیوار جهان خود در و دیوار زن است، کار دنیا همه در پیروی کار زن است. و همون شاه سخنش چی میگه؟ هر کجا مردی بزرگ است گرفتار زن است. و من میخواستم که همین صحبت با دو بیت استاد ترسونزاده جمع بس کنیم که هم جایگاه زن نشان میدهد، هم دیدگاه ادیبای بزن. استاد ترسونزاده در آخر داستان جان شیرین همون 6 بیت مشهورش میگه که در دیاری ما شد آدم ارجمند هست. این هر زن باید از یاد داند، در دیاری ما شد آدم ارجمند، شد سری خم گشته زنها بلند، هیچ کاری نیست بی زن خوب شد، افتخار نیست بی زن خوب شد، خوب شد که زن به دولت یار شد، مملکت از دست زن گلزار شد.